سلام دوستان. تا حالا فکر کردین که زمین ما قبل از اینکه ما انسان‌ها پادشاهش بشیم در اختیار چه موجوداتی بوده؟ در این ویدیو می‌خوایم سفری به گذشته داشته باشیم، به زمانی که این هیوله‌ها روی زمین، دریا و آسمون حکمرانی می‌کردند. 7 حیوان منقرض شده‌ای که اگه امروز وجود داشتن، شاید ما انسان‌ها اصلاً نمیتونستیم زنده بمونیم. 1. دانکلئوس، ماهی زره‌پوش قاتل. حدود 380 میلیون سال پیش در اعماق دریاها موجودی زندگی می‌کرد به اسم دانکلئوس. این ماهی غول‌پیکر حدود 10 متر طول داشت، وزنش به 1 تن می‌رسید و پوستش مثل زره فولادی بود. فکش اونقدر قوی بود که میتونست استخوان شکار رو کاملاً له کنه. با اینکه یکی از خطرناکترین شکارچی‌های اون زمان بود، حدود 360 میلیون سال پیش به طرز عجیبی منقرض شد. 2. کوئتزالکوتل، غول آسمان. بزرگترین پرنده‌نمایی که تا حالا روی زمین زندگی کرده. طول بالهاش به 12 متر میرسید، سرعت پروازش حدود 130 کیلومتر در ساعت بود و منقاری داشت که میتونست یک انسان رو ببله. این پرنده هم دوره دایناسورها بود و از گوشت اونها تغذیه میکرد، ولی مثل بقیه با برخورد شهاب سنگ عظیم حدود 66 میلیون سال پیش منقرض شد. 3. ترور برد، پرنده ترس. یه پرنده غول‌پیکر که نمیتونست پرواز کنه، اما با سرعت بیشتر از اسب میدوید. قدش به 3 متر میرسید، منقاری بزرگ و تیز داشت که باهاش شکار رو تکه تکه میکرد. بعد از دایناسورها روی زمین ظاهر شد، ولی حدود 2.5 میلیون سال پیش به خاطر رقابت با شکارچی‌های دیگه نسلش منقرض شد. 4. مگالوسروس، گوزن شاخ طلایی. بزرگترین گونه گوزن‌ها با شاخهایی به پهنای 3.5 متر. این گوزن‌ها در عصر یخبندان زندگی می‌کردند و از گیاهان تغذیه می‌کردند. اما با گرمتر شدن زمین و کمبود غذا، حدود 8000 سال پیش از بین رفتند. 5. بیور غول‌پیکر، مهندس بزرگ عصر یخبندان. برخلاف بیورهای کوچکی که امروز میشناسیم، این یکی اندازه یک خرس بود. دندوناش اندازه یه موز بودن و میتونست سازه های چوبی عظیمی بسازه. در عصر یخبندان زندگی میکرد، ولی با تغییرات اقلیمی و پایان اون دوران منقرض شد. 6. گیگانتوپیتکوس، میمون افسانه‌ای. بزرگترین میمونی که در تاریخ زمین زندگی کرده. قدش 3.5 متر بود و وزنش تا 500 کیلو می رسید. این موجود گیاهخوار بود، اما قدرت بدنی بالایی داشت. حدود 100,000 سال پیش در آسیا زندگی می کرد و بعضی ها هنوز معتقدند که نسلش به طور کامل منقرض نشده و در مناطق دورافتاده دیده شده. 7. تیرکس، سلطان شکارچیان. تیرانوسوروس رکس یکی از معروفترین و خطرناکترین دایناسورهای تاریخ بود. طول بدنش تا 12 متر و دندونهاش حدود 20 سانتی متر بودند. قدرت فک بسیار بالایی داشت و میتونست حتی دایناسورهای بزرگتر از خودش رو هم شکار کنه. اگه امروز زنده بود، احتمالاً هیچ انسانی جرأت نمی‌کرد بیرون بیاد. خب دوستان، کدوم یکی از این حیوانات از نظر شما ترسناکتر بود؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسین. اگه از این مدل ویدیوها خوشتون اومد، لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.